من که اسلامی هستم الحمدلله. من فکر میکردم حزب نهضت اسلامی یک حزب گفتیم اسلامی است، حزب حلال است، اما در اینجا هم همین چیز تکرار یافت. برای اینکه اگر من غرمی و بخشوچی می بودم، من که ها شاید گفتیم جانشین وزیر دست راست کبیری بشد در نهضت اسلامی، و نهضت اسلامی شاید که گفتیم قوی هم بشد با شخصیت مثل من. و من هم گفتیم الحمدلله اونا مرا قبول نکردن، برای اینکه من بودی هستم. الحمدلله اونا مرا میخواستن که گفتیم نیست و نابود بکنن. ویدیوهای من همیشه در زیر فشار این همه نهضت اسلامی که بخشایچی و غرمی هستن اساسا، اینا مرا قبول نکردن، تنها به خاطر اون که باز همین چیز، یعنی که من بودی هستم. و الحمدلله که کبیری نهضت اسلامی مرا قبول نکردن، وگرنه من هم میشتم همراه کبیری به دموکراسی چی لازم است برای که نهضت اسلامی خودش بسیار خودش یک تشکیلاتی گفتیم بر دروغ حرام است، تشکیلات دزد و خائن است. متاسفانه آدمای بی سواد و فاشیست و نجات پرست است.